خب تشکر استاد عزیز. خب در اینجا مزیر کمالوف یک برنده اینترنتی سوال کرده است که پیمان ملی می تواند سود عالی رژیم را برای قرار پوچش به سود بین المللی کشد. یعنی منظور از قرار پوچش همین قراره که راجع به پیمان ملی تاجیکستان عکس کردن و آن را تروریست خواندن. من قبلا گفتم که ما تلاش خود را خواهیم کرد و حالا حقوقشناسان کار را شروع کردن به خصوص دپارتمنت حقوق پیمان ملی تاجیکستان و ما میبینیم که اگر قانونگذاری کشورهای اروپایی اجازه دهد و این امکانیت را داشته باشد ما حتما با یکی از دادگاه ها در اروپا این مسئله را خواهیم برداشت. تشکر. باز مزیر کمالوف سوال دادند که اگر شما پیروز شوید رئیسان شهر و نواحی را نوابسته از کدام حزبی که نباشند مردم انتخاب میکنند یا پارلمان؟ خب دوستان عزیز، من به این سوال چند مرتبه در صحبت‌های دیگرم گفته بودم که یکی از برنامه‌های پیمان ملی تاجیکستان این است که در تاجیکستان باید تمام رئیسان شهر و ناحیه‌ها، رئیسان جماعت‌ها و حتی دادگاه‌ها از طرف مردم به واسطه انتخاب شوند. یکی از سبب‌های فسادزدگی نظام حکومتداری در تاجیکستان، یکی از سبب‌های قفاروی ما در تاجیکستان این هست که تمام این منصبداران از طرف یک کس تعیین کرده می شوند و اینها دیگر خود را مدیون یا قرضدار مردم نمیدونند. اینها فقط خدمت یک کس را میکنند و تلاش میکنند که همون یک کس از آنها راضی باشد کافی است. اما اگر وقتی مردم آنها را انتخاب میکنند مستقیما، آنها دیگر تلاش میکنند که در خدمت مردم باشند، دل مردم را بیابند، مردم را ناراحت نکنند از خود و کارهای را انجام خواهند داد که به مردم و اهالی ناحیه ها و شهرها موافق و مناسب هست. در اون صورت اونها می توانند از نو انتخاب شوند. بنابراین همین پیمان ملی تاجیکستان تمام تلاش خود را خواهد کرد که در آینده رئیسان شهر و ناحیه ها، جماعت ها و اکثر مسئولین تاجیکستان به طور انتخابی باشد. تشکر زیاد. احمد محمد سوال کردن خدا کند و رژیم برهم خورد شما برای صاف کردن قرض خارجی تاجیکستان که از وی پی از چند مراتب زیاد است چی راه حل پیشنهاد بنمایید؟ در اینجا راه حل دشواری وجود ندارد. شما میدونید که قرض خارجی تاجیکستان تقریبا از 3 میلیارد دلار بیشتر هست و این یک خیلی قرض بزرگ هست و آسانترین کار این است که تمام این مالکیت و پولهایی که حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص خانواده امام علی رحمان دزدیدند و در صورت حساب خارجی پنهان می‌دارند و اون معلوماتی که در دست ما هست این مبلغ نزدیک 5 میلیارد دلار هست که از تمام مجموع قرض‌های خارجی تاجیکستان بیشتر است و این مبلغ‌ها حتما به داخل کشور برگردانده می‌شوند و نه تنها قرض‌های خارجی تاجیکستان باز پس گردانده می‌شوند بلکه با پول‌های باقی مانده میتوان خیلی از زیرساختارهای کشور رو از نو ساخت. برای مثال خود نیروگاه راغون، راه‌ها، بیمارستان‌ها و ده‌ها صدها پروژه‌های ملی را میتوان با این مبلغ‌ها عملی کرد و من مطمئنم که امکانیت خیلی آسان و راحت حل این مشکلات در آینده هست به شرطی که ملت خودش تصمیم را به دست بگیرد و در هماهنگی با نیروهای مردمی، نیروهای مبارز یک جا توانیم ما این قدم اول رو بگذاریم. قدم اول یعنی از حاکمیت دور کردن این شخصیت و این خانواده فساد زده. تشکر زیاد. جلال احمد سوال کردند استاد کبیری زندانی ها کی آزاد می شوند؟ و هر وقت که خداوند خواسته باشد. شما میبینید که ما تمام تلاش خود را کرده ایستادیم و پرونده 13 نفر از زندانیای سیاسی تاجیکستان الکی در دست کمیته سازمان ملل هست. نسبت 4 نفرشان الکی قرار سازمان ملل برآمد و باقی مانده به زودی این قرارها خواهند برآمد. ما تلاش میکنیم که این مسئله در سطح بین المللی حل خود را پیدا کند ولی ملت هم باید که منتظر نباند. امیدوارم که ملت هم کمک خواهد کرد تا اینکه بتوانیم در یک وضعیت بهتر و هر چی سریعتر زندانی ها را آزاد کنیم. شما همتون میدونید که زندانی ها در دو حالت آزاد میشن، یا اینکه یک عفو سراسری صورت میگیرد که
حکومت امروزه اشتباه خود، جنایت خود را اعتراف میکند و آنها را آزاد میکند، یا اینکه فشارهای بین المللی تا حد زیاد خواهند شد که حکومت مجبور شود آنها را آزاد کند. و البته راه آخر و استثنایی این است که خودش ملت تشبث را به دست میگیرد و این مردم را از زندان ها آزاد میکند. در این صورت باید که دیگر یک تصمیم جدی از طرف ملت گرفته شود. سلامت باشد. نفر دیگر به اسم منصور جان رحیموف سوال کردن. در برنامه اولین شمایان کبیری گفته بود من جوانان زیاد را به خارجه برای خواندن فرستادم. آیا یگان نفر آنها بعد ختم دانشگاه به تاجیکستان برگشتند یا نه؟ متاسفانه من معلومات زیاد ندارم که اکثر آنها در خارج ماندن یا به وطن برگشتند. با برخیشون در تماس هنوز هم هستم که آنها در خارج کشور قرار دارند. اینجا سوال این است که این دانشجویی که در مثلا سن پترزبورگ، مسکو، اروپا، مالزی یا هر جای دیگر خواند، امروز به تاجیکستان برای چی برمیگردد که در یک شرایط فساد زده کار کند، برمیگردد که با اون یک معاش ناچیز مجبور شود و پاره بگیرد، رشوه بستاند مثل منصبداران دیگر تاجیکستان. من فکر میکنم هیچ یک انسانی با سواد و اونه که واقعا خودش رو احترام میکند و میخواد به ملت و وطنش خدمت کند، در این شرایط به وطن برگشته نمیتواند. او برمیگردد که چیکار کند؟ حالا شما ببینید که چند روز پیش اعلان کردن در مقامات دولتی آزمون برای جای کارهای نو که معاش میانه کارمند نزدیک $100 هست. با $100 در دوشنبه یک نفر، یک کارگر جوان چیکار میتواند کند؟ او خانه اجاره بگیرد، زن و بچه‌اش رو بخوراند، سر و لباس بخرد، راهپولی کند، خوراک بخورد، چیکار کند؟ طبیعی است که این کادرهایی که در خارج تحصیل کردن، چی آنها رو من فرستاده باشم چی کسی دیگر، اینها تلاش میکنن که در خارج باقی بمانند و در صورت برگردن به وطن که در آنجا یک معاش، یک زندگی سربلندانه شایسته داشته باشند تا اینکه به وطن و ملت خود خدمت کنند. سلامت باشد. سوال دوم منصور جان رحیموف. شمایان که از پیشرفت کشور و عذاب و مشقت‌های مهاجران سخن میکنید، آیا نمی شود که کمبودی‌های حکومت را ناگفته برای آنها کمک نمایید؟ خب دوستان عزیز، ما یک حرکت اپوزیسیونی هستیم، یک سازمان اپوزیسیونی در تمام دنیا، چه اروپا است چه در شرق است. وظیفش این گفتن کمبودی های جامعه است، نه تنها کمبودی های حکومت بلکه آشکار کردن مشکلات است. وقتی که خودی حکومت همیشه خودش را تعریف میکند، باید که یک نیرو، یک گروه از کمبودی هم صحبت کند. اما ما وقتی که درباره مشکلات مهاجرین صحبت میکنیم، به معنی آن نیست که فقط حکومت را تنقید کرده باشیم. این هم به معنی آن است که ما میخوایم برای مهاجرین راه حل پیشنهاد کنیم. برای مثال وقتی که من هنوز در داخل کشور بودم و وکیل مجلس نمایندگان بودم، یکی از پیشنهادهای اساسی من، حتی این پیشنهاد ما در برنامه حزب ما هم در برنامه پیش از انتخاباتی بود که باید در تاجیکستان وزارت مهاجرین تأسیس داده شود. زیرا اگر ما میخوایم واقعا مشکل مهاجرین تاجیک در خارج حل شود، باید یک ساختار علاهیده در سطح وزارت تأسیس داده شود که مخصوص مشغول مشکلات و وضعیت مهاجرین تاجیک باشد. ما بیشتر از 2 میلیون مهاجر داریم. در کدام ساحه تاجیکستان ما اینقدر کارمند داریم؟ ما وزارت طب تندرستی داریم، چقدر آدم کار میکند؟ من فکر نکنم که 2 میلیون باشد. ما وزارت صنعت داریم، خود پرزیدنت گفت که چند میلیون آدم در ساحه صنعت کار میکنند، فقط چند هزار کارگر در ساحه صنعت باقی مونده است، ولی وزارت صنعت داریم. ما صنعت نداریم ولی وزارت صنعت داریم. ما قریب که طب نداریم، طب تاجیکستان از بین رفته است، ما وزارت تندرستی داریم. ما ساحه کشاورزی هم قریب از بین رفته ایستاده است، دیگر مردم رو به هجرت آوردن، وزارت کشاورزی داریم. چرا وقتی که 70% درآمد کشور از حساب مهاجرین است، 70% عائله های تاجیکستان از حساب مهاجرین خوانده و پوشانده می شوند، مگر مهاجر تاجیک حق ندارد که یک وزارت داشته باشد؟ مگر این پیشنهاد ما پیشنهادی بد است؟ مگر این تنقید حکومت است؟ دوستی از این تنقید حکومت نیست، این یک واقعیت است، این برای کمک به مهاجرین است. اما چرا حکومت می ترسد وزارت مهاجرین را تأسیس بدهد؟ زیرا اعتراف کردن نمی خواهد. از این حرف می ترسد که اعتراف کند که
یگانه خوراننده و پوشاننده تاجیکستان این مهاجر هست. حالا اگر بیاد وزارت مهاجرین تأسیس کند، اگر اعتراف کند که تکیهگاه یا ستون ملت ما مهاجرین هستند، پس سوال با وجود میاد که پرزیدنت چیکار میکند، حکومت چیکار میکند، این همه وزارت و وزارتخانه‌های دیگر چیکار میکنند که یک مهاجر توانسته است با بیل و کلند و با جاروبش ملت رو بخوراند، ولی یک پرزیدنت با این قدر ارمیا و ارتش و پول و بودجه و منصبدارش نمیتواند وظیفه خود را برابر یک مهاجر انجام دهد. چون این حقیقت را اعتراف کردن نمیخواهند و وضعیت را طرز وانمود میکنند که یا که تمام این زندگی مردم در تاجیکستان با شرافت و با نتیجه سیاست‌های خردمندانه در ناخنک البته یک نفر هست، و همین خاطر اینها نمیخواهند که بیاین اعتراف کنند که ما یک گروه از هموطنان داریم که مهاجر هستند و آنها امروز تاجیکستان را خورانده و پوشانده ایستادند. اگر این پیشنهاد ما یگان بدی دارد یا پیشنهادهای دیگری که ما برای مهاجرین کرده ایستادیم یگان بدی داشته باشد، مرحمت شما ما را بگوید و این به هیچ وجه به معنای تنقید نیست. اگر چی ما حق داریم حکومت رو تنقید کنیم و واقعا هم هست برای چی حکومت رو تنقید کرد. تشکر زیاد. نفر دیگر به اسم دلشاد نوراللهیف سوال کرده است: محیدین کبیری، اگر خداوند فردا روز قیامت از شما سوال کند که چرا حزبت را اسلامی نامگذاری کردی و به هر آن جنایت و خطاها و کم و کاست اعضایان حزبت که گویا اسلام را معرفی میکردند دین اسلام را در نزد خلق بدنام ساختی، جواب شما چی خواهد بود؟ سلامت باشید دوستی عزیزم، و ما هم دعاگو هستیم که پروردگار منی بنده کمینه و همه دیگر مؤمنین را با سر بلند نزد پروردگار برده باشد و در اونجا با سوالهای دشوار، نه تنها این سوال و دیگر سوالهای دشوار هم جوابی خوب داشته باشیم. دوستی عزیز، اول اینکه نام حزب اسلامی را من نگذاشتم و این نام در انجمن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سالهای 90 در شهر استرخان روسیه گرفته شد و من وقتی که سال 2006 رئیس حزب انتخاب شدم این نام علاقه برای حزب انتخاب شده بود و نزدیک 20 سال با این نام حزب فعالیت کرده بود. این یک. دوم اینکه نام حزب اسلامی در شرایطی گرفته شد که در اون وقت مردم مسلمان تنها در تاجیکستان، تنها در اتحاد شوروی نه، در سراسر دنیا در بین دو ایدئولوژی مونده بودن، یکی جهانبینی غربی لیبرالی یا به اصطلاح کپیتالیستی، دیگر جهانبینی شرقی کمونیستی، و مسلمانان جهان در اون شب و روزها میخواستند به یک شکل هویت خودشان را معرفی کنند جهان و بگویند که ما نه کپیتالیستی هستیم و نه کمونیستی. و اکثر حزب و حرکت ها، سازمان ها، حتی ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، مالیوی هم به خود اسم اسلامی را گرفتند. اون سالهای 80 90 عصر گذشته یک زمانی بود که در اسلام اکثریت میخواستند حزب خود را، گروه خود را، حتی تشکیلات خود را، تشکیلات فرهنگی، تشکیلات اقتصادی خود را با نام اسلامی بگذارند. همین بود که در جهان صدها و شاید هزارها حزب اسلامی، حرکت اسلامی، بانک اسلامی، حالا نمیدونم حتی فرهنگی اسلامی، مرکزهای اسلامی با وجود آمد و این فقط به خاطر آن بود که خود را از جهان کپیتالیستی و جهان کمونیستی جدا کنند. اما امروز این ضرورت در اکثر جهان اسلام از بین رفته است. دیگر شما شاهد هستید که هیچ کس، اگر کسی یک سازمان یا یک تشکیلات نو تأسیس دهد دیگر نام اسلامی را نمیگذارد، برای آنکه این وظیفه نام اسلامی انجام شد. برای تاجیکان هم مثلا در اون شب و روزها انتخاب نام اسلامی یک وظیفه موقتی داشت که باید اون وظیفه را انجام میداد برای بیدار کردن ملت، برای معرفی کردن هویت مسلمان ها که ما نه اون پیروی کمونیستی هستیم و نه کپیتالیستی. و الان در این شب و روز دیگر این مسئولیت انجام شد. خدا را شکر که مسلمان ها هویت دینی خود را شناختند در تمام جهان، بخصوص در اتحاد شوروی سابق، در تاجیکستان ما هم
دیگر ضرورت به آن نیست که اگر این شب و روز در تاجیکستان یک حزب یک گروه نو تأسیس شود بیاد خودش رو هم اسلامی معرفی کند. مردم دیگر اسلام رو از شبکه ها، از اینترنت، از کتاب ها، از دانشگاه ها آموخته ایستادند و این قسمت مسئولیت انجام شد. من باور دارم که اگر خدا رحمت کند استادان را، استاد نوری، استاد همت‌زاده یا هر کسی دیگر شب و روز یک حزب یا حرکت دیگر تأسیس میدادند، هیچگاه نام اسلامی را دیگر نمیگذاشتند چون ضرورت نبود. و برای همین دوستی عزیزم این نام را من انتخاب نکردم، این یک وظیفه تاریخی داشت و حالا هم که ما این نام را حفظ کردیم به خاطر آنکه جزء است و دیگر این به سیاست های امروزه به وضعیت امروزه هیچ ربطی ندارد. مطمئن باشید که همین جوابی را که من دادم و همین دلیلی که داشتم در روز قیامت هم نزد پروردگار با همین دلیل با صراحت و آشکاری صحبت خواهیم کرد. سلامت باشید. نفر دیگر بدون آوردن نامش خواهش کرده است. اگر قاهر رسول زاده نامزدیش را به پرزیدنتی ماند شما دستگیری میکنید یا چی نظر دارید؟ پیمان ملی تاجیکستان هنوز تصمیم نهایی خود را در شورای رهبری نگرفته است و ما یک سیاست داریم که این گونه تصمیم ها در شورا گرفته می شوند بعد اعلان می شود. اما نظر شخصی هم این است که هر تغییراتی که در سیاست آینده تاجیکستان با وجود می آید این مثبت است. اگرچه من خیلی تلاش میکنم و میخواهم، پیمان ملی هم میخواهد که یک چهره جدید بیاید از نسل جدید، کسی که تفکر نو دارد و تاجیکستان را از این مرحله بیرون کند. اما تجربه دیگر کشورها مثلا تجربه ازبکستان نشان داد که حتی میرزیویف هم که از کمند کریموف بود بعد که آمد یک تغییرات های مثبتی را در ازبکستان جاری کرد اگرچه در زمان کریموف سروزیر بود. من باور دارم که هر کسی دیگر اگر بیاد بغیر از رحمانوف و چه رسول قایرزاده باشد چه کسی دیگر حتما یک تغییرات مثبت خواهد شد. مردم یک نفسی تازه میکشند چون خسته شدن بالاخره از یک چهره، از یک روش و تاجیکستان هم روز به روز دارد به پایینتر می رود. از یک طرف تعریف و تمجید و مدح و ثناخوانی بیشتر شده است و تلاش میکنن مردم را متقاعد کنند که تاجیکستان تقریبا دارد به بهشت روی زمین تبدیل می یابد. اما از طرف دیگر اگر فکت و رقم ها را نگاه کنیم تاجیکستان برعکس دارد و به پایین رفته ایستاده است. بنابر همین نابسته از اون که کی است اگر یک چهره نو در صحنه پیدا شود من بیشتر جانبدار آن هستم که از اون چهره نو به هر شکلی که باشد پشتیبانی کرده شود. سپاسی زیاد. محمود ارگشیف سوال کردند: محترم کبیری، چرا حکومت سود اعضایان نهضت اسلامی تاجیکستان را پشت درهای پوشیده گذرانید و میگذراند حال آنکه در تمام دنیا حزب شما را همچون حزب تروریستی اعلان میکنند؟ من قبلا در کدام صحبت گفته بودم برای آن پسی درهای پوشیده میگذارند که هیچ دلیل وجود ندارد. اگر دلیل میداشتند اون را محکمه آشکار میکردند تا اینکه مردم ببینند، ژورنالیست ها ببینند، ناظران ببینند و خودشان به این خلاصه بیان که واقعا هم نهضت اسلامی تاجیکستان یا اعضایانش کدام جنایت صادر کردند و این مسئله از بین خواهد رفت. اما هیچ دلیل ندارند و میدانند که اگر این دادگاه ها، محکمه ها آشکار صورت بگیرد مردم از دروغ‌های آنها آگاه خواهند شد. مثل که پیمان ملی را هم در یک دادگاه گیاه به نام نامعلوم قرار قبول کردن، حزب نهضت و اعضایانشان را در چون یک دادگاه‌های محکوم کردند که البته این غیر قابل قبول است. سلامت باشید. سوال دوم محمود ارگشوف چنین است: سال 2012 رحمانوف بر ضد مردم بدخشان قواهای حربی مسلح جمهوری تاجیکستان را استفاده برد. حال آنکه مطابق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان استفاده قواهای حربی بر ضد ملت ممنوع می باشد، آیا می توان گفت که رحمانوف همچون سرفرمانده قواهای کل یا قواهای کل مسلح جوابگر است؟ بله، در اینجا چندین بندهای قانونی اساسی و قانونهای دیگری کشور ویران شده است و طبیعی است که امام علی رحمانوف جوابگر است و باید که در نزد قانون جواب بگیرد، هم در نزد ملت و هم در نزد قانون. در نزد قانون برای شکستن این قانونها، در نزد ملت برای آنکه ارتش ملی را علیه ملت استفاده برد.
و متاسفانه تا امروز خدا کند که هیچ وقت ارتش ما وارد یگان جنگ و یگان کشمکش‌های منطقوی نشود، اما در چندین حالت ها ما دیدیم که باید ارتش وارد میشد از سرزمین تاجیکستان دفاع میکرد، اما تا امروز یگان مراتبه هم ندیدیم که ارتش ملی ما از خود یگان قهرمانی نشان داده باشد در مقابل جنایت ها و دخالت های بیگانگان که شهروندان ما را حتی در داخل خاک کشور نابود میکنند. اما میبینیم که ارتش را علیه خود ملت استفاده میکنند. اینجا این یک جنایت ملی هم رخ داده است و حتما روز فرا خواهد رسید که فکر میکنم که این برای این جنایت ها پرزیدنت امروزه جواب خواهد گفت. سوال سیوم محمود ارگشوف: انتخابات سال 2013 به تمام تقلب ها گذرانده شد. آیا می توانیم گوییم که رحمانوف نلگاتیون یعنی غیر کانستیتوسیونی سر قدرت تا به امروز می باشد و می توان گفت که همه فرمان و شرطنامه های بین المللی که او انجام داده است غیر قانونی هستند؟ اینجا دو مسئله است دوستی عزیز، اینا رو باید از هم جدا کرد. یکی اینکه غیر نامشروع یا غیر لگیتیمی بودن خود پرزیدنت امام رحمان است، دیگری اون سازشنامه ها و قانون قرارهایی که از طرف حکومت قبول شدن یا به امضا رسیدن. اینها رو باید با هم آمیخته نکنیم. امام رحمانوف نه تنها در سال 2013 حتی در بار اول در انتخابات اول که در مقابل عبدالملک عبدالله جانوف بود، در اونجا هم با تقلب سر قدرت آمد و از همون اولی کارش او غیر مشروع هست. کسانی که اون انتخابات را شاهد بودند میدانستند، اینها همه فکت و دلیل دارند. من وقتی که وکیل مجلس نمایندگان بودم، همراه من چند نفر از سابق رئیسان ناحیه ها و رئیسان ولایت ها، وزیرها وکیل بودند. در صحبت هایی که با هم داشتیم غیر رسمی، آنها از همون سالها قصه میکردن که چه خیلی در انتخابات اون سالها، در اولین انتخابات پرزیدنتی بین امام علی رحمانوف و عبدالملک عبدالله جانوف، آنها مجبور بودند همچون رئیس ناحیه یا رئیس ولایت پروتکل ها رو عوض کنند، تقلب کنند و حتی یکیش نیم شوخی و نیم جدی میگفت که حتی ما رو مجبور کردن اونقدر آواز فرستادن به مرکز پروتکل ها رو تقلیم که بعد کمیسیون مرکزی انتخابات زنگ زد، گفت که شما چیکار کردید؟ و ما گفتیم که 90% آواز بفرستید، شما 120% آواز به طرفداری امام رحمان فرستادید که در ولایت شما اینقدر انتخاب کننده نیست. یعنی این یک واقعیت بود که خودش اون نفری که این کارها را کرده است بعد 20 سال در پارلمان، بعد که به نفقه رفت و از منصب رفت، با ما قصه میکرد. دوستی عزیز، بنابر همین این فقط در سال 2013 نیست، در سالهای قبلی هم همین گونه بود. اما اونه که در قانونها و قرارها سازشنامه امضا شدن، متاسفانه ما مجبور هستیم که بعضی از سازشنامه‌های بین المللی را دیگر بعداً اعتراف کنیم، برای آنکه اون از نام حکومت بسته می شوند و تنها یک راه دارد. اینا در حقوق بین المللی یک ترمین هست، به زبان روسی من تاجیکیش در یادم نیست، در международное право коренное изменение обстоятельств نام دارد که تنها در اون صورت میتواند معیارهای سازشنامه‌های بین المللی نادیده گرفته شود. این коренное изменение обстоятельств معناش این است یک انقلاب رخ بدهد، نه تنها حکومت عوض شود بلکه سیستم عوض شود و قدرت عوض شود و حکومت جدید اعلام کند که قانونها و سازشنامه‌ای که از قبل از طرف حکومت قبلی امضا شده بود اعتراف نمی‌کند، که این در تاریخ حکومت‌ها و کشورها خیلی به ندرت رخ می‌دهد، خیلی نادر هست. اکثرا وقتی که حکومت‌ها عوض میشن، پرزیدنت‌ها عوض میشن، سازشنامه‌های بین المللی که از طرف حکومت پیشینه امضا شده بود اعتراف میکنند، اما بعضی اگوارکایی که در قانون‌ها هست آن را استفاده میکنند و تغییرات و الهه‌ها وارد میکنند. شما مطمئن باشید که اگر پیمان ملی تاجیکستان یا هر حزب و حرکت ملی دیگر اگر سر قدرت آمد، با استفاده از قانون‌های بین المللی و از معیارهای بین المللی ما میتوانیم برخی از سازشنامه‌های را که بر ضرر ملت ما امضا شدند، بر خلاف منفعت‌های دولت ملت ما بودند، آنها تغییر خواهند.
سلامت باشه. تشکر. یک چند سوال از شنوندگان رادیوی پیام. پس از شروع عملیات نظامی ترکیه در سوریه دهها زیایان و شخصیت‌های نمایان تاجیک آن را محکوم کردند و گفتند اردوغان دست از کشتن مردم کرد بردارد. همین زیایان وقتی دهها تاجیک در زندان‌های تاجیکستان کشته شد، دهها نفر بیگناه زندان شدند، صدای بلند نکردند. چرا ما امروز خودکش و بیگانه پرور شده ایم؟ علت در چیست؟ دوستی عزیزم، خدا را شکر بگیم که حداقل در یک قضیه بین المللی برخی از هموطنان ما صدا بلند میکنند و شاید که جرأت و جسارت بلند کردن آواز نسبت هموطنان خودشون در زندان ها را ندارند، اما اگر نسبت یک قضیه بین المللی دیگر، چی در افریقا، چی در آسیا، چی در سوریه، اگر صدا بلند کنند، طبیعی است که آنها زندانی نمیشن، مالکیتشون گرفته نمیشد و از همین طریق اونها یا قرض انسانی خود را انجام میدن، قرض تاجیک بودن یا که ایرانی اصل بودن. برای مثال اگر که نسبت دخالت ترکیه یا هجوم ارتش ترکیه به خاک سوریه بخصوص در اون منطقه کردنشین صدا بلند کرده باشه، من فکر میکنم اینجا بیشتر با دلیل آنکه یک قرابت ارقی بین ما تاجیکان و کردها هست و نه به خاطر آنکه کی حق است و کی ناحق است، فقط به خاطر همدلی و همرأیی با همجنس، همخون و همفرهنگ و همدین خود هست که این هم خدا را شکر که حداقل در یک مسئله این هموطنان ما صدا بلند میکنند. من امیدوارم که مرحله بعدی این عدالت خواهی و انصاف طلبی آنها بیشتر رشد خواهد کرد، جوش خواهد زد و خواهند دید که در وطن خودشان، در نزد خودشان هم جنایت های صادر می شود، تجاوز های صورت می گیرد و انشاءالله روز می رسد که نسبت این هم صدا بلند خواهند کرد. خب سوال دیگری شنوندگان رادیوی پیام این است که آیا پیمان ملی تاجیکستان لایحه قانون عفو را که اعلان شد باید به نزدیکی صورت بگیرد تحلیل نموده است؟ به اندیشه شما در این 20,000 نفر عفو می شدگان آیا محبوسانی که اکثر به خاطر دیگر اندیشه زندان شده اند شامل خواهند شد یا خیر؟ من با تأسف باید بگم که متاسفانه اکثر زندانیان سیاسی ما شامل این عفو نخواهند شد و شاید برخی از آنها شامل شوند، چون اونجا بعضی استثناهای دیگر رو هم وارد کردن که کسانی که با ماده های تروریسم محکوم شدند یا کسانی که گناه خود را اعتراف نکردند و طلب عفو نکردند، اونها شامل این عفو نمیشن. شما میدونید که اکثر زندانیان سیاسی ما با همین ماده ها محکوم شدند یا آنها گناه خود را اعتراف نکردند و من میترسم و نگران آن هستم که آنها شامل این عفو نخواهند شد. اما این عفو هم یک عفو معمولی است. ما وقتی که سالهای قبلی هم در پارلمان قانونهای عفو را یا قبول میکردیم یا پیشنهاد پرزیدنت را تصویب میکردیم درباره قبول قانون عفو، معمولا همین گونه عفو قبول میشد که شمار زیادی از زندانی ها شامل عفو میشدند و معمولا کم آدم ها از زندان آزاد میشن، بلکه اکثر این 20,000 کسانی هستند که یا سال زندانیشون کمتر میشود، 2-3 سال بعد تا 5 سال، یا کسانی که در مرحله تفتیش و محاکمه هستند اونها بخشیده میشوند و در هر صورت همه گونه قانون عفو خوب است، مثبت است. حالا فرق نداره که اون با چه نیت و غرض قبول شده است، اما نتیجهش این میشود که یک مقدار از هموطنان ما جزایشون سبکتر میشود، برخی به نزد خانواده‌هاشون برمیگردند. اما این نکته را باید گویم در اینجا که مردم عزیز باید خیلی هوشیار باشند، خیلی تلاش کنند که مورد سوء استفاده منصبداران قرار نگیرند، چون از تجربه میدونیم که در همین شب و روز دری فساد و رشوه‌ستانی باز می شود. اونهایی که باید این قانون را عملی کنند و بدون استثناء هر چه زودتر مسئله را کشال میدن، حتی برخی از زندانی ها را میترسانند با آن که فریب میکنند، میگن که مثلا شما وارد این قانون عفو نشده اید، اما اگر فلان مبلغ را به ما بدهید ما شما را مورد عفو قرار خواهیم داد، در صورتی که قانون الکی آنها را عفو کرده است. اما اینها استفاده میکنند از این قانون
و خش و تبار زندانی ها را میترسانند، فشار میارند خود زندانی ها را. و این یک موسمی هست که کسانی که قانون در دستشون است، کسانی که مسئول زندان ها هستند، صدها میلیون و شاید میلیاردها دلار کار میکنن از حساب زندانی ها، از حساب خش و تبارانیان ها. من دعوتم از همه هموطنان این است که مورد سوء استفاده قرار نگیرند، یک کمی صبر کنند. اگر قانون اوف پیش بینی کرده است که این قانون در دوام 3 ماه عملی شود، 3 ماه صبر کنند. اگر در دوام 6 ماه است، 6 ماه صبر کنند تا اینکه این نزدیکان آنها بدون کدام پاره و رشوه دادن از زندان آزاد شود، این مبلغ رو در یک کاری بهتر صرف کنند. اگر بالفرض آزاد نشد، شما میتوانید به دادگاه مراجعت کنید، به پروکراتور مراجعت کنید و تقاضا کنید که این نزدیک شما، خش شما باید عفو میشد و بلافاصله باید که عفو نسبتی او تطبیق شود. سلامت باشید. بانو ستاره فخرالدین زاده سوال کرده است: در سازمان امنیت همکاری اروپا از نام تاجیکستان برآمد کردید و پیشوای معظم و مکرم ملت را فیورر گفتید. پس شما خودتان کیستید؟ بانوی عزیز، اولش این که من این کلمه رو استفاده نبردم و پرزیدنت تاجیکستان رو فیورر نگفتم. دومش این که این کلمه واقعا در دالان‌های کنفرانس سازمان و امنیت اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا صدا داد، زیرا کلمه تاجیکی پیشوا با زبان آلمانی فیورر ترجمه می شود. گیتلر هم در زمان خود پیشوا بود، پیشوای ملت آلمان بود، همین گونه قانون را قبول کرده بودند و به زبان آلمانی فیورر می شود. اگر کسی هم این کلمه را استفاده برده باشد، این را همچون مثال آورده است یا هنگامی ترجمه استفاده بردن، شما هم ناراحت نشوید. اگر شما واقعا باور دارید که اون نفری که شما پیشوا میدانید پیشوا هست، پس ناراحت نشوید. در زبان آلمانی این همچون فیورر می شود. پس شما برای خودت فیورر انتخاب کردید و چرا ناراحت میشه؟ در دنیا تنها چند کشوری هست که این گونه پیشواها را داشتن. یکیش هم همین آلمانی ها در زمان فاشیسم بود، در زمان گیتلر. دیگرش ما هستیم که در زمان امام‌الله رحمان هست. و حالا اگر این خوب است بد است قضاوت با شما، اما برای ملت های متمدن، برای جهان امروزه، جهان معاصر، این یک پدیده بسیار بد است، پدیده خنده آور است، خجالت آور است، مسخره بازی است. اما شما این را انتخاب کردید و حالا فخر کنید با فیورر داشتنتون. ما از این خجالتیم، از این ناراحتیم و از شما هم خواهش میکنیم که برسانید به کسانی که حرف شما را میشنوند که هر چه زودتر از این خجالت و از این شرمندگی دست بکشند. شما اگر اهمیت داده باشید، حتی مسئولین تاجیکستان هم وقتی که در خارج صحبت میکنن کوشش میکنن کلمه پیشوا را استفاده نبرند. در داخل تاجیکستان شماها در رادیوها در همه جا وقتی که نام پرزیدنت را میگیرن، اول اون عنوانهای دور و دراز و تندتراق چند متری رو هم نام میبرند. اما در خارج وقتی که همون منصبدار میآید درباره تاجیکستان یا درباره پرزیدنت گپ میزند، شرم میکند و به خود اجازت نمیدهد در پیش یک آلمانی، در پیش یک فرانسوی، امریکایی بگوید که پیشوای ملت فلان و فلان. بسیار راحت کوتاه میگه پرزیدنت تاجیکستان جناب فلانی، چون در اروپا، در جهان متمدن این قبول شده است. اما وقتی که این منصبدار به تاجیکستان برمیگردد، در اونجا دیگر مجبور است که تمام این عنوانهای دور و دراز را نامبر کند. حتی خود منصبداران تاجیکستان میدانند که در خارج گفتن این چیزها عیب است. حالا شما شاید جوان باشید، دنیا رو زیاد سفر نکردید، ندیدید، اما یک کمتر مطالعه بیشتر کنید، بعدا خواهید فهمید که منظور ما چی است. سلامت باشید. نفر با نوآوردن اسمش سوال کرده است از اوکراین: به طور واضح معلوم است که رژیم رحمان پیمان ملی تاجیکستان را به خاطر شرکت نکردن در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تروریسم اعلان کرد. پس در انتخابات پیمان چگونه فعالیت و جایگاه خواهد داشت؟ شاید یکی از عامل‌ها همین باشد که پیمان ملی تاجیکستان نتواند به این یا آن شکل در انتخابات ها شرکت کند. البته
در شرایطی که ما قرار داریم در اروپا خیلی دشوار است. تقریبا احتمال شرکت ما به صفر برابر است. اما پیمان ملی تاجیکستان میتوانست و میتواند هنوز هم با این آن شکل به انتخابات تاثیر برساند. از یکی از نامزدهای مستقل یا شبه مستقل پشتیبانی کند اگر چنین نامزد به میان بیاد. یک کسی پیشتر هم سوال داد درباره آنکه آیا ما پیمان ملی از نامزدی برای مثال رسول قاهرزاده یا نفر دیگر پشتیبانی میکند یا نه. من گفتم که احتمال دارد اگر یک نفری نو بیاد ما به این شکل پشتیبانی کنیم، از طرفداران خود خواهش کنیم که به اون نامزد آواز بدهند. اما حکومت تا این حد از حتی کمترین اپوزیسیون هم ترس دارد که حالا برابری آن که ما درباره انتخابات صحبت کردن رو شروع کردیم الکی با سراسیمه‌وار آمدند و این قرار را قبول کردند و فکر کردند که شاید این کار میتواند پیش راهی شرکت ما را به این آن شکل یا تاثیررسانی ما را در انتخابات ها بگیرد که البته این غلط است. پیمان ملی تاجیکستان در آینده نزدیک موقع نهایی خود را خواهد گرفت. ما الکی این گفت و شنیده ها و رایزنی های داخلی را، مشورت های داخلی را آغاز کردیم در سطح شورای رهبری و چندین واریانت های شرکت در انتخابات یا تاثیررسانی به انتخابات را مطرح کرده ایستادیم. یکی از آنها را حتما انتخاب خواهیم کرد و حالا فرصت هست و ملت عزیز در آینده نزدیک در جریان کارها خواهد بود. تشکر زیاد. سوال دیگری شنوندگان برنامه رادیوی پیام برای مسرت‌آمیز به نتیجه رسیدن برای معین‌سازی و علامت گذاری در مرز با قرقیزستان پیمان ملی تاجیکستان چه پیشنهادی دارد؟ پیشنهادی که در آن تمام منافع ملی حفظ شود. من قبلا در یک صحبت قبلی گفته بودم درباره وضعیت مرزها، باز اون رو تکرار میکنم با استفاده از این فرصت که اولین کاری که حکومت تاجیکستان میکند باید پشتیبانی کامل خود را از مردم مرزنشین تاجیک نشان بدهد، بخصوص این فعالیت ها و قانونشکنی هایی که مثل ابلا و اینها را در بین مردم چارکوه و واروخ اینا قطع کند. بلکه علاوه بر این باز تکرار میکنم مردم چارکوه، مردم واروخ و بسیاری مردم مرزنشین تاجیکستان تا وقتی که مردم دارد از مرزهای خود دفاع میکند از خدمت ارتش آزاد کرده شوند. این کمترین کاری است که حکومت تاجیکستان برای مردم خودش میکند. اگر حکومت تاجیکستان که از دستش کار نمیآید به مردم اجازه دهد مردم را پشتیبانی کند، همین ملت تاجیک خودش مرزهای خودش را حمایت کرده میتواند. اما در مسئله علامت گذاری مرزها اینجا باید که اراده هر دو طرف باشد و مردم قرقیزستان پشتیبانی از حکومت خودش میکند و حکومت قرقیزستان هم که یک حکومت انتخابی هست و میداند که ملتش در پشتش است با تمام قاطعیت و جسارت پیش می رود و حرف برای گفتن دارد. حکومت تاجیکستان که یک حکومت از مردمش جدا شده هست، از طریق انتخابات مردمی سر قدرت نآمده است، یک حکومت فساد زده هست و از مردم که میترسد نمیتواند به مردم پشتیبانی کند. برعکس از قرقیزها دیده از مردمش بیشتر میترسد و تمام اون نیروی ارتش و پلیس و امنیتش رو با جای آنکه در مرز ماند و علیه کشورهای دیگر استفاده کند علیه ملتش استفاده میکند. من فکر میکنم اینجا باید اراده قوی داشت و روند علامت گذاری را در یک حالت بسیار طبیعی و با نظرداشت منفعت های ملت و دولت باید که آغاز کرد. در همین شب روز اگر روند علامت گذاری آغاز شود من مطمئنم که حکومت تاجیکستان بای خواهد داد، چون تجربه نشان داد قرقیزها در این مسئله خیلی با اراده هستند، قوی هستند، قاطعانه رفتار میکنند و بعضی اهرم های فشار دارند که از اون استفاده میکنند، مثل اون تجارت خانوادگی رحمانوف که بسیاری مالهای قاچاقیشان از مرز قرقیزستان میگذرد و این معلومات ها را حکومت قرقیزستان دارد. سپاس فراوان. علیزاده مبارز سوال کرده است: رئیس پیمان لطفاً میگفتید که اینقدر با جانبازی های شما بهر چیست؟ دوستی عزیزم نمیدونم این سوال شما یعنی اصل سوال با چی روانه شده است ناروشن است، اما مطمئن باشید که این همه
جانبازی ها و تلاش های ما برای شما هست، برای هموطنانی مثل شما که شما آزاد باشد، سربلند باشد، ملت ما آزاد باشد. وقتی که شما نام تاجیکستان رو در روی خط جهانی میبینید، در قطار فسادزده ترین کشور نباشد، در قطار کشورهای دیکتاتوری نباشد، کشورهای قرضدار نباشد، کشورهایی نباشد که در آن آزادی بیان نیست، در آن زندانی‌های سیاسی وجود دارند. من هم میخواهم که شما با داشتن یک حکومت یک کشور فخر کنید، مثل اینجا آلمانی ها، مثل فرانسوی ها، حتی مثل کشورهای دیگر آسیایی، مثل کره‌ای ها، مثل هندوها، که وقتی که به جهان مراجعت میکنید یا سفر میکنید از شما میپرسند که از کجا هستید، شما بگید که از تاجیکستان. بعد بگن بله میدونیم تاجیکستان یک دولت دموکراتی است، یک دولت آزاد است، پیشرفته است، در شما کروپشن نیست، در شما مطبوعات آزاد هست، تلویزیون های آزاد است، اینترنت رو نمیبندند. اما وقتی که ما امروز یا شما هم حتی اگر در هر کجای سفر کنید، وقتی که از شما پرسند که از کجا هستید بگید از تاجیکستان، شاید یک قسم مردم نمیدونن، اما یک قسم دیگر که آگاه هستند و مطالعه میکنند میگن بله همون تاجیکستانی که پرزیدنتش 28 سال شد یک نفر است، همون تاجیکستانی که اینترنت شما بسته می شود، فیسبوک و یوتیوب اینا، همون تاجیکستانی که در اون کروپسیا دارد، یک خانواده تمام بیزنس حاکمیت رو گرفته است. این تلاش و این مبارزه های ما دوستی عزیزم برای شما هست، برای فرزندانمون هست، برای آینده تاجیکستان است. من باور دارم که شما هم همین گونه تاجیکستان را میخواهید و با ما همراه میشوید. اگر با ما همراه نیستید و مخالف ما هستید، خداوند هدایتتون کند و ان شاء الله باور داریم روز به این قناعت خواهید رسید. تشکر زیاد. سوال دیگر باز از کشور اوکراین از یک نفر. این کلمه نابخیرت تروریسم از کجا پیدا شده است که زیر سایه ناپاک خود مردم و جوانان را تحت فشار قرار داده، سرسان و سرگردان نموده است؟ دوستی عزیز، متاسفانه اسمتون از یادم رفت. من پیشتر گفتم که این کلمه تروریسم از کجا ریشه گرفته است. اصلا معنی تروریسم این استفاده خشونت و ترس افکنی، هراس افکنی برای رسیدن به مقصدهای سیاسی و ایدئولوژی است. و شما ببینید که کی خشونت و نیرو را استفاده میبرد و کی میترساند مردم را، همون دیگر تروریست است، چه یک سازمان باشد چه یک حکومت باشد. اگر پیمان ملی تاجیکستان از زورآوری استفاده کند، مردم را بترساند با واسطه سلاح، با واسطه ترکاندن، با واسطه کشتن یا به هر وسیله دیگر، پس یقینا این روش تروریستی است. اگر همین کار را حکومت تاجیکستان کند که حتما میکند و کرده ایستاده است، پس شما میتونید به راحت آزادانه بگید که این روش‌های حکومت روش تروریستی است. اما متاسفانه من پیشتر هم گفتم که این واژه تروریسم بیشتر وقت استفاده سیاسی می شود و حکومت ها مخالفین خود را متهم به تروریسم میکنند تا اینکه دست خود را باز کنند برای سرکوبگری، برای پامال کردن حقوق و برای دور بردن دقت جامعه از مشکلات اقتصادی و اجتماعی. تشکر زیاد. نفر دیگر با اسم سپر وطن یک سوال ناروشن داده است. چرا اینقدر اثبات کردن میخواهی؟ نمیدونم منظورشون چی باشد، شاید شما فهمید استاد. من راستی چیزی نفهمیدم که سوال چی هست، اما چرا ما اثبات کردن میخوایم؟ من در جواب به سوال یک دوستمون قبلا هم گفتم که ما میخوایم اثبات کنیم که ملت تاجیک یک ملتی هست دارای تاریخ، دارای فرهنگ و سزاوار آن است که در یک شرایط بهتر زندگی کند. واقعا من اگر یک کمی آشکارتر و ساده تر بگم چرا میخوام اثبات کنم؟ میخوام اثبات کنم که آن وضعیتی که ملت تاجیک امروز دارد سزاوار ملت ما نیست. من با کمال یعنی صمیمیت این را میگم، همچون یک تاجیک، همچون یک تاجیکستانی، که اون وضعیتی که ما داریم مناسب ما نیست. ما سزاوار به این نیستیم. ما سزاوار آن هستیم که یک حاکمیتی بهتر باشد. حتی ما سزاوار آن هستیم که یک اپوزیسیون از ما بهتر باشد. من نمیگم که فقط حکومت ما متاسفانه یک حکومت ناجور و ناسزاوار برای ملت است. من حتی اعتراف میکنم که حتی اپوزیسیون امروزه تاجیکستان هم یک اپوزیسیون نیست که ملت ما با آن سزاوار باشد.
من میخواهم که در تاجیکستان یک حکومت قوی باشد، یک حکومت جوانمرد باشد که از اپوزیسیون نترسد، از ملتش نترسد و در تاجیکستان یک اپوزیسیون باشد که خیلی بهتر از ما، قویتر از ما در داخل وطن باشد و مثل دیگر ملت ها و کشورها عمل کند. من همین رو اثبات کردن میخواهم و دیگر دوستان، دیگر برادران، دیگر مردم آگاه تاجیک که هر روز داد زده ایستادن، هر روز صدا بلند کرده ایستادن، درد میکشن، اونا هم همین رو اثبات کردن میخوان. اونا میخوان اثبات کنن که در تاجیکستان امروز مشکلی هست. امروز یک گروه خرد دارد تمام سرمایه ملت را، امکانیت های ملت را به نفع خود استفاده برده ایستاده است و یک نسل را تربیت کرده ایستاده است، مثل این جوانان اوانگارد یا فابریکه جواب که اینها تقریبا دارند رنگی مثل همون جوانهایی که ما در زمانهای شوروی بودیم، جوان 13 14 15 ساله، تفکر بسته شخص شده که فکر میکردیم اگر همین برژنف از سر قدرت برود تمام همه زندگی تمام می شود. در کره شمالی امروز مردم باور دارن، اعتقاد دارن، اهالی آنجا که اگر همین پرزیدنت حاضره، حکومت حاضره برود، کره شمالی همچون حکومت و کره سو همچون ملت از بین می روند. تبلیغات، پروپاگاندا اونقدر ذهنشویی کرده است، مغزشویی کرده است که مردم به این باور کردن. در تاجیکستان ما هم یک عده جوانان به این باور کردن و ما میخوایم اثبات کنیم که این طور نیست. با رفتن یک نفر، با رفتن یک گروه نه تنها وضعیت بدتر نمی شود بلکه برای تاجیکستان ما بهتر هم خواهد شد. این رو من میخواهم اثبات کنم و انشالله امید دارم که دلیل های ما، صحبت های ما برای اثبات کردن این وضعیت یک کمی هم باشد کمک خواهد کرد. سلامت باشید. پیشنهاد از ظهورزاده فردوس زبیدالله. پیشنهاد من عموما به همه نهضتی ها و یا پیمانه ها، لطفا شکست را قبول کنید. سیاست همین است و برد و باخت دارد. این را کرما میگویند. کرما با حروف کلان اینجا نوشته است. چون شما از اول برای نادرست بودید، مردم مغزشویی نشدند، جامعه گوناگون اندیش است، اما شما پایگاه مردمی ندارید. لطفا از این بیشتر آبروی خود و مردم تاجیک را در سطح جهان و نزد سازمان ها بد نکنید و یگان کار دیگر مشغول شوید. عجب دیوانه بوده است. سلامت باشید. من قبل از آن که به این سوال شنونده یا بیننده عزیز جواب بگم، از شما خواهش میکنم که اگر آیسته صحبت این موضوع رو جنببست کنیم خوب است، چون تقریبا یک نیم ساعت داریم صحبت میکنیم. انشالله در صحبت های بعدی حتما به این و سوال های دیگر جواب خواهیم گفت. اما برگردیم به سوال این دوستمان. بله، یک انسان، یک جوانمرد باید شکست را اعتراف کند اگر شکست وجود داشته باشد و ما هم اعتراف میکنیم که در مبارزه ما در مرحله های شکست خوردیم و اعتراف کردن شکست یا مشکلی یگان کمبودی ندارد، برعکس به ما کمک میکند که خود را از نو بسازیم، اصلاح کنیم و برای پیروزی های بعدی آماده شویم. در یک روند، در یک مبارزه چندین مرحله ها هست. مرحله پیروزی است، شکست است، حتی مرحله های هست که بعضا انسان ها کاملا ناامید میشوند. حتی من نمیدونم اگر شما یک انسانی باور محور یا دین محور باشید یا نیستید کار خودتان، کار شخصیتان، من فقط مثال میارم از تاریخ دین ها، حتی پیامبران هم گاه ناامید میشدند و رو به پروردگار می آوردند که پروردگار این همه شکست، این همه ناامیدی، این همه مصیبت برای چی؟ و قریب مانده بود که کاملا از ادامه راه دست میکشیدند، اما باز هم اون رسالت پیامبری یا اون الهام، اون وحی که می آمد آنها را وادار به آن میکرد که این راه و این مبارزه را دوام بدهند. اگر یک پیامبر با شکست مواجه شود و ناامید شود، چه رسد به ما انسان‌های پر از گناه و انسان‌های عادی زمینی که این همه مصیبت و این همه دشواری ها را میکشیم و با تنهایی، وقتی من میگم تنهایی، ما یک گروه خرد چه در پیمان ملی چه در نهضت، واقعا یک گروه خرد این همه مصیبت ها را کشیدیم و تحمل کردیم، در صورتی که تمام دنیا تقریبا در منطقه ما، تمام جهان با مشکلات ما کاری ندارد، یعنی رسیدگی نمیکند و ما را تنها گذاشتند، مثل همونه که در گذشته ها در تاریخ بسیاری از مبارزین تنها در مقابل ظالم ها، در مقابل ابرقدرت ها ماندند و یگانه مانده بود پروردگار که رو به خداوند بیارند و زارا و تولا و دعا و مناجات کنند، که دقیقاً
برادران و خواهران در نهضت اسلامی تاجیکستان، در پیمان ملی و دیگر مبارزان در یک مرحله های در همین حالت قرار داشتند و برخی در همین حالت قرار دارند و ما این را یک شکست مرحلوی میدانیم که نه تنها ما بلکه ملت شکست خورد و اون وضعیتی که ملت دارد این یک شکست ملی است امروز. شاید برای برخی ها پیروزی باشد، شاید برخی ها مثل شما مثلا مثل خانواده رحمان که در قدرت هستند این را پیروزی خود میدانند، اما پیروزی موقتی یک گروه است. ملت در مجموع وقتی که اقتصادیات ندارد، وقتی که مهاجر دارد، وقتی که این همه مردم فرار کرده ایستادن، این یک شکست است. از آن جمله ما هم در یک مرحله شکستی موقتی قرار داشتیم، اما از این به بعد تقریبا یک سال می شود که ما از این مرحله شکست بیرون آمدیم و رو به بالا هستیم. همون عصبانیت و احساساتی که امروز در حکومت احساس می شود این نتیجه آن هست که ما از این مرحله شکست بیرون شدیم و رو به پیروزی ها هستیم. دوستی عزیز، اگر شما ما را دعوت میکنید که شکست را جوانمردان را اعتراف کنیم، ما اعتراف کردیم، اعتراف داریم که یک مرحله ما شکست خوردیم. سوال من این است که آیا شما هم این جوانمردی را دارید که شکست خود را اعتراف کنید و اعتراف کنید که هم ملت را در شکست گرفتار کردید و هم خودتان از امروز به بعد دارید در یک مرحله شکست وارد شده ایستاده است و شکست اول را در عرصه بین المللی خوردید، در سازمان ملل، در آبیسی و الان در صحنه مطبوعاتی و اطلاعاتی خورده ایستادید. این همه سایت‌بندی و بلاک کردن ها نتیجه شکست است و مطمئن باشید که در مرحله بعدی شکست های بیشتر این حکومت خواهد خورد. اگر شما هم جوانمرد هستید و پایبند این اخلاق هستید، باور دارم که یک روز خواهد آمد و میگید که بله ما شکست را اعتراف میکنیم و ملت در مقابل ظلم پیروز شد. خب تشکر زیاد. سوال آخر، وقتهای خب سلیم رحیمی سوال کردند، وقتهای آخر در رسانه ها راجع به زبان پارسی بحث و اندیشه ها زیاد است. نظر شما راجع به این نظر در چیست؟ شاید که این جواب به این سوال یک صحبت علاهیده رو طلب میکنه، چون در لحظه آخر وقتی هم مردم خستند، ما هم وقتمون تمام شد، جواب مفصل گفتن امکان ندارد. شاید که بحث سری زبان پارسی نیست، شاید بحث سری خط پارسی یا فارسی باشد، چون زبان ما زبان پارسی است. دیگر کسی میخواهد یا نمیخواهد این زبان رو به سه زبان تقسیم کردن، با فارسی و دری و تاجیکی هیچ معنی ندارد. این تقسیمات سیاسی است. همون طوری که برای ما مرز ساختند، یک گروه با یک قلم با یک کاغذ تاجیکستان امروزه را خط کشیدند که دیگه ما مجبوریم این خریطه سیاسی را قبول کنیم. بعضی ها برای ما زبان سیاسی ساختند. در افغانستان زبان دری را ساختند که ملت تاریخ این را قبول ندارد. زبان ما زبان فارسی هست با گویش تاجیکی، با شیوه تاجیکی، اما اصل زبان فارسی است. اما شاید بحث خط باشد که امروز در جامعه داغ هست و من حالا مختصر میگم، شاید در یک صحبت دیگر مفصلتر بگم. مختصر نظرم این است که ما راه دیگر نداریم جز اینکه برگردیم به خط فارسی، چی میخواهیم چی نمیخواهیم. اگر واقعا میخواهیم که ملت از این بنبست علمی، فرهنگی و تکنولوژی بیرون برآید که در آن هست، باید از این خط امروزه خود را رها کنیم. باز تکرار میکنم، این هیچ ربطی به دوست داشتن این خط با دیدن خط دیگر نیست. این هیچ ربطی به مثلا روسگرایی و سلاویانگرایی یا ایرانگرایی و ایران بدبینی ندارد. من همچون یک تاجیک، همچون یک تاجیکستانی خیر ملتم رو میخوام که آینده ملتم ملت بیدار، آگاه باشد، با علم و با سواد و پیشرفته باشد. اگر این رو میخواهیم پس باید وسیله های رسیدن به علم و به تکنولوژی و به فرهنگ بیشتر رو آماده کنیم، مهیا کنیم که یکیش خط هست، یکیش زبان هست، یکیش خط هست. آیا خط امروزه ما و اون زبانی نیم تاجیکی و نیم معلوم نیست زبانی چی است، آیا ما را واقعا هم به علم و به تکنولوژی میرساند یا برعکس در این بحران بیشتر ما را غوطه‌ور میکند؟ من فکر میکنم که علاج دیگر نداریم، چون با این خط تصور کنید که ما همگی 9 میلیون تاجیک یا تاجیکستانی که از این 9 میلیون باز شاید
یک دو سه میلیونش یا که روس زبان هست یا ازبک زبان هست که با تاجیکی چندان سر و کار ندارند. اینها ما یکدیگر رو فقط میخوانیم و میفهمیم با این زبان. ما را فارس زبان های دنیا که بیشتر از 100 میلیون هستند، شاید 200 میلیون باشند، نه خوانده میتوانند نه فهمیده میتوانند، چون زبان ما را میفهمند اما ادبیات ما را، کتاب های علمی ما را خوانده نمیتوانند. نه ما آنها را خوانده میتوانیم، اکثر ما خوانده نمیتوانیم چون خط فارسی را بلد نیستیم. و نه اون 300 400 میلیون روس زبان ما را میفهمد که خط ما مثل خط آنها کریلیک است یا سیریلیک است، ولی زبانمون فرق میکنه. پس ما باید یک زبانی را با یک خط انتخاب کنیم که بیشتر از 100 میلیون آدم با اون حداقل می نویسد، گفتگو میکند و با این خط، با این زبان، علم معاصر، فرهنگ معاصر، دانش معاصر ترجمه شده است. با این خط و زبان دانش تولید می شود، علم تولید می شود، فکر تولید می شود. این یا یک خط یا زبان فارسی هست، یا ما مجبور هستیم اگر کسانی که واقعا از خط یا زبان فارسی بدشان می آید، از ایران میترسن که ما زیر نفوذ ایران میریم یا افغانستان بدشان میاد، راه دیگر ندارن مگر اینکه ما یا خط چینی را قبول کنیم. من این را به کسانی میگم که خیلی هم حالا تاجیکستان را با این کشور ربط داده ایستادن، یا بیایم به زبان روسی بگذاریم یا به زبان انگلیسی بگذاریم یا به زبان اسپانی بگذاریم. از این زبان های مطرح دنیا که دانش می آفرد، علم تولید میکند، اندیشه تولید میکند، یکیش رو باید انتخاب کنیم. اگر کسی که تاجیک است، اگر کسی که یک مقدار ملتش رو دوست می‌دارد، تاریخش رو دوست می‌دارد، حتی اگر ایران امروزه را هم بد بیند، به زبان فارسی هم چندان روی خوش نداشته باشد، باید که یکی از این زبان‌ها رو انتخاب کند و نزدیکترینش هم با زبان فارسی است که هم زبان خودمان هست، هم خطی هست که ما بیشتر از 1000 سال با اون نوشتیم و علم آموختیم، زندگی کردیم. بعدا خطی خودمان هست. کسی میگه که خط عربی اساس است، غلط میکند. خط عربی خط پارس اساس است. این را هر کسی که یک کمی آگاهی دارد به علمی زبان شناسی و خط شناسی میداند. پس این بازگشت به خودمون است. اما این نکته را هم بگم، مبادا دوستان و کسانی که ایرادگیر هستند همیشه باز ایراد نگیرند، من طرفدار بازگشت سریع و بدون برنامه نیستم، چون بس از ملت را یک مراتبه دو مراتبه بیسواد کردیم در سالهای 20 و 30 و یک بار گذاشتن به خط دیگر این باز بیسوادی عاملی را میارد. ما یک برنامه باید طولانی مدت داشته باشیم، حداقل 2 نسل باید در مکتب و مدرسه و در دانشگاه خیلی خوب خط فارسی را بیاموزند و ما یک مرحله دیگری دو خطه را، خط کریلیک و فارسی را سپری کنیم. اگر اون وقت دیدیم که میتوانیم به خط فارسی بگذاریم و هیچ مشکل سیاسی و فرهنگی رخ نخواهد داد، اون تصمیم را ملت خواهد گرفت. وگرنه ما میتوانیم با 2 خط پیش برویم و از امکانات هم خط سیریلیک استفاده کنیم و هم از امکانات خط فارسی. البته تجربه 2 خطی ما کمتر داریم در جهان، اما تجربه بسیار زبانی رو در جهان خیلی زیاد داریم. یکیش همین کشورهای اروپایی هست که مثلا در شویتزار 4 زبانی رسمی عمل میکند که با هر 4 زبان هم می نویسند، صحبت میکنند و آزادانه هر 4 زبان رسمی هست. در بعضی کشورهای دیگر 2 زبانی هست یا بسیار زبانی هست. اما اگر در کشور سراغ داریم که 2 خطی هم هست، میتونیم از اون تجربه ما تاجیکان استفاده بریم. خب این جواب یک کمتر طولانی تر هم شد. انشالله در فرصت دیگر من حتما در این باره مفصل‌تر صحبت خواهم کرد. تشکر و سپاسی فراوان استاد عزیز. بینندگان گرامی، یادآور میشیم که ما حالا امروز گفتگو داشتیم با سوال جواب داشتیم با راهبر پیمان ملی تاجیکستان و همزمان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جناب آقای محی الدین کبیری. متاسفانه از جهت کمی وقت ما نتوانستیم که با هم از سوالات شما از جناب آقای محی الدین کبیری جواب بگیریم و انشاءالله که در برنامه‌های آینده ما چون یک برنامه را تشکیل خواهیم کرد و جناب آقای محی الدین کبیری را با این برنامه دعوت میکنیم و با باقی سوالات شما پاسخ خواهند گفت. خدا نگهبان شما تا برنامه‌های آخر شما را در پناه خدای متعال میسپاریم.
خدا یاور و مددگاری همگان. سلامت باشید. خداوند شما را هم نگهبان باشد و همه بینندگان و شنوندگان شما را هم. تا ملاقات تشکر بعدی. زیاد.